سلام بینندگان عزیز، نویدی بомдодии است از رادیوی آزادی تقدیم شما. امروز چهارشنبه 22 ایول و ساعت به وقت شهری پراگ 7 صبح است. من عبدالله اشرف هستم و در چند دقیقه دیگر خبرهای آخرین تاجیکستان و جهان را برایتان میرسانیم. نیمه شب 22 ایول در بازار دهقان واقع در محله معروف به گیپرزیم شهری دوشنبه سوختار سر زده است. تا کنون سبب‌های این آتش سوزی معلوم نشده است. در نوارهایی که کاربران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که شماره زیادی آدمان در بیرون از درآمدگاه بازار جمع آمدند. در این نوارها همچنان دیده می شود که آتش در داخل بازار علنگه می زند و دود به هوا می پیچد. عبدالله، یک تاجر که این بازار کار می کند، صبحی 22 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که سوختار اساساً در قسمت اولی بازار جای فروش مواد خوراکه سر زده است. به گفته او آتش سوزی از قسمت عمده فروشی مواد خوراکه سر زده به قسمت های دیگر از جمله رسته گوشت فروشان رسیده است. به گفته او سوختار حدود 35-40 دکان را به کامی خود برده است. آتش گرفتن بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد مشاهده می شود. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بخطری سبب آتش گرفتن بازارها می شود. از جمله سبب سوختار در بازار سلطان کبیر شهر دوشنبه را مقامات در ماه ایونی سال 2018 رسیدگی کوتاهی ناقل‌های برقی نامیده بودند. در این سوختار دهات تاجر زیان دیدند. از این پیش تابستان سال 2017 کاروان بزرگترین بازار دوشنبه نیز آتش گرفته بود که در نتیجه آن صدها تاجر زیانی عظیم دیدند و مفلس شدند. بازار ناحیه فرخار هم تابستان همان سال آتش گرفت و صدها نفر مال و اموال زیادشان را از دست دادند. دادگاه شهری بلخانه ولایت نیژنی نوگورود روسیه بلاگر زاده تاجیکستان فخرالدین میرزامرادوف معروف با تخلص برادر تاجیک را به 300 ساعت کارهای مجبوری محکوم کرد. دادگاه میرزامرادوف 40 ساله را که چند سال باز در بلخنین کار و زندگی میکند در پهن کردن اخبار بردروغ درباره کرونا ویروس و ایجاد تهلکه گناهکار کرد. سامانه اخبارکام از قبل دادستانی ناحیه نیژنی نوگورود روز 21 ایول خبر داد که میرزامرادوف ماه اپریل و می سال 2020 در اینترنت همچون خبر راست خبری بردروغ را درباره واکسن زنی از کرونا ویروس در روسیه نشر کرد. در مراجعت نامه هایش وی از زادگان کشورهای خارجی نزدیک دعوت میکرد که در صورت گرفتار شدن به کرونا ویروس برای کمک به مؤسسه های تندرستی روسیه مراجعت نکنند که با این در بین تماشابینان خود تهلکه میانداخت. برادر تاجیک در پایان ماه می در مغازه اپتیکا که از همانجا بلاگ خود را در اینترنت پیش میبرد دستگیر شد. میرزامرادوف گویا در ویدیویش گفته باشد که با واکسن زنی راضی نشوید، با این راه همه غیر روس ها را میکشند، عمر شما از 3 تا 6 ماه دیگر باقی میماند. در جریان تفتیشات برادر تاجیک گفته است که هدفش از نشر این خبر جمع آوردن تماشابین بیشتر در صحیفه اش بود. این هم گفتنی است که مقامات انتظامی روسیه چند وقت باز به سوی این بلاگر تاجیک دندان تیز میکردند. او ماه فوریه در نزد مسجد مسکو با نیروهای آمان که حجتهای مهاجران را تفتیش میکرد جنجال برداشته گفته بود که آنها حق تفتیش حجتها را ندارند و این ریدشان غیر قانونی است. پرزیدنت امامعلی رحمان وضعیت در نزدیکی سرحد ولایت مختار کوهستانی بدخشان تاجیکستان و افغانستان را مرکب خواند و خواستار تقویت محافظت سرحد شد. این نکته را رئیس جمهور در شورای امنیت کشور بیان کرده است که روز 21 ایول در شهر دوشنبه برگزار شد. دفتر مطبوعات رئیس جمهور می نویسد در جلسه مسئله مرکب گشتن وضع در سرحد تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان در منطقه جنوبی ولایت مختار کوهستان بدخشان مورد بررسی شورای امنیت مملکت قرار داده شد. امامعلی رحمان به اعضای شورای امنیت تاجیکستان، رهبران ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق و ترتیبات سپارش داده است که حفظ سرحدی دولتی با افغانستان را پرزور کرده کنند و همچنان رئیس جمهور به آنها گفته است که در برابر پرزور کردن اقتدار حمایوی سرحد با مسئله پیشگیری قانونشکنی در سرحدی دولتی از جمله پیشگیری جنایتکاری فراملی، تروریسم و اکستریمیسم و قاچاق مواد مخدر توجه مخصوص ظاهر کنند. مقامات تاجیکستان و روسیه در مسئله پرداخت نفقه به مهاجران کاری به موافقه رسیدند، اما پاندمی کرونا ویروس امضای این سازشنامه را به تأخیر گذاشته است. انتظار می رود بعد از امضا شدن این سازشنامه
هر مهاجر کاری که در روسیه انداز اجتماعی میسپارد میتواند به نفقه امید بندد. دلمراد دولتزاده رهبری آژانس سقراط اجتماعی و نفقه روز 21 ایول در نشست خبری در شهر دوشنبه در پاسخ به سؤال رادیو آزادی گفت روسیه راضی است مهاجران کاری تاجیک را با نفقه تامین کند. چطوره که شهروندان ما برای گرفتن نفقه در کشور خود امتیاز دارند، در روسیه هم چنین می شود. یعنی مهاجری که هنگام کار در روسیه انداز اجتماعی پرداخت کرده است می تواند نفقه گیرد. تا این وقت به یگان موافقه نرسیده بودیم و روسیه هم هیچ پیشنهاد جانبی ما را به نظر نمی گرفت، افزود او. طرح سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم نفقه مهاجران کاری هنوز 6 سال پیش نهایی شده بود. در صورت امضای این سازشنامه مهاجران تاجیک در روسیه حق دریافت نفقه را پیدا خواهند کرد. مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به روسیه بیشتر از 12 سال پیش آغاز یافته بود و اکنون آنهایی که به سن نفقه رسیدند از هیچ گونه حفظ اجتماعی یا حق بازنشستگی برخوردار نیستند تا کنون و در صورت امضای این سازشنامه برخوردار خواهند شد. این مسئله از مدت‌ها پیش در دالان‌های حکومت بررسی شده و به پارلمان‌های دو کشور نیز راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند آنها به نفقه تامین خواهند شد که کارشان در روسیه رسمی است و با سقراط اجتماعی فرا گرفته شدند. بر اساس آمار رسمی حالا 220,000 شهروندان تاجیکستان از روسیه نفقه میگیرند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ هشدار داده است که پاندمی کرونا ویروس امکان دارد ابتدا وخیمتر شده سپس وضع بهبود یابد. خبرنگاران نوشتند که برای اولین بار از ماه اپریل ترامپ در نشست مطبوعاتی قصر سفید لحنی خیلی جدی کار گرفت و روز سه‌شنبه اثنای صحبت با خبرنگاران اون گفت آزمایش واکسن کرونا ویروس با موفقیت جریان دارد. او از مردم دعوت کرد که نقاب پوشند. در دوام 2 ماه گذشته خود پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پوشیدن نقاب مخالفت میکرد. روز 21 ایول خبر رسید که در دوام 24 ساعت گذشته در آمریکا بیش از 1,000 نفر از سرایت کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به هلاکت رسیدند. خادمان یک مرکز طبی شهر تاشکند به پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف شکایت کردند که مقامداران وعده خلافی نموده معاش آنها را بلند نبرداشتند. در ماه مارس میرزیویف وعده داده بود که در دوام پاندمی کرونا ویروس معاش خادمان ساحه تندرستی را بالا میبرد. در نامه گشوده به پرزیدنت ازبکستان که در شبکه تلگرام نشر شد، طبیبان می‌نویسند صرف نظر از مبارزه در جبهه اول با کووید 19 طبیبان با جهاز حمایتی تامین نیستند و در نتیجه خود گرفتاری این مرض میشوند. در ازبکستان که 32 میلیون اهالی دارد 17,590 نفر گرفتاری کووید 19 بوده، 91 نفر از آن وفات کردند. همه شخصانی که در شهر لوتسک در غرب اوکراین مرد آنها را گروگان گرفته بود آزاد شدند. در این باره ارسن اواکوف وزیر امور داخلی اوکراین 21 ایول خبر داد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی 1 ساعت پیش از آزادشوی گروگانها ویدیویی را با زبان روسی در شبکه اجتماعی نشر کرد و به همه توصیه کرد که فیلم زملیانی را تماشا کنند. این فیلم حجتی سال 2005 ثبت شده نشان می‌دهد چگونه آدمان حیوانها را تحقیر می‌کند. بعد آزاد شدن گروگانها ویدیو پاک کرده شد. ثبت ویدیو درباره فیلم یکی از طلبات مردی بود که صبح 21 ایول مسافران را در اتوبوس گروگان گرفت. او بعد نشر ویدیو 3 گروگان، کودک، زنی حامله و یک زن کلانسان را آزاد کرد. یک مدت با وی گفتگوها ادامه یافت ولی نیروهای مخصوص در نهایت به اتوبوس حمله کردند. حملگر بازداشت و همه گروگانها آزاد کرده شدند. با اطلاع نشریه ولینسکی نوین اتوبوس را ماکسیم کریوش زاده ولایت دوبنا روینسکی غصب کرده بود که پیشتر داغ سودی دارد. با آگاهی وزارت امور داخلی اوکراین وی قبلا 2 بار سود شده است و پلیس ملی این کشور خبر داد که مردی حملگر در بیمارخانه کسلی‌های روحی بستری بوده در آنجا طبابت میگیرد. این مردی مسلح در شهر لوتسکی ولایتی در اوکراین در غرب اوکراین نزدیک 20 مسافر اتوبوس را گروگان گرفته بود. پلیس در آغاز گفته بود گروگانگیر با سلاح آتشفشان مسلح بوده، مواد ترکنده نیز دارد.
در رابطه با گروگانگیری مسافران اتوبوس پرونده جنایی باز شده. قانونگذاری اوکراین برای این نوع جنایت از 7 تا 15 سال زندان را پیش بینی میکند. در شهر اشخاباد شماره آنهای افزایش یافته که با نشانه‌های کرونا ویروس به بیمارستان مراجعت میکنند. تشخیصی همه آنها التهاب شش گذاشته می شود. ساکنان محلی در صحبت با بخش ترکمنی رادیو آزادی به شرط افشا نشدن نامشان اطلاع دادند که روزانه در بیمارخانه‌های پایتخت ترکمنستان 10 نفر جان می‌دهند. یک ساکنی اشخاباد گفت بیمارستان رقم 1 پایتخت حالا پر از بیمار شده و از در آنجا خیلی نگران کننده است. در آنجا تنها مبتلایان به کرونا ویروس را قبول می‌کنند. بیمارستان لبریز شده است. به همه مراجعت کنندگان تشخیصی التهاب شش گذاشته می شود، گفت همصحبت ما. به گفته او همه روزه در این بیمارستان 10 آدم جان می دهند. در بخش تراپی اینتنسیوی هر روز به حساب میانه 50 نفر می فوتد. تعداد فوت و مراجعت کننده ها آدم را به حیرت می گذارد. کارمندان بخش احیاگری حتی نمی توانند جسدها را سری وقت به سردخانه ها انتقال دهند، می گوید ساکنی پایتخت ترکمنستان. در همین حال خبر می دهند در بیمارخانه راه آهنی اشخاباد خلطه های پلاستیکی برای جسد آنهایی که بر اثر ویروس فوتیدند نمی رسد، زیرا نهادهای دخلدار دولتی سری وقت بیمارستان را با خلطه های مذکور نمی توانند تامین کنند. تلاش های خبرنگاران بخش ترکمنی رادیو آزادی برای دریافت نظر مسئولان بیمارستان رقم 1 راه آهن اشخاباد در این باره بی نتیجه بودند. بینندگان عزیز، در پایان این نشر نوید بامدادی با درخواست شما همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قربی که امروز بانک ملی تاجیکستان معین کرده است، $1 آمریکایی 10 سومانی و 30 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 11 سومانی و 79 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 145 سومانی تعیین گردیده است. بیننده ارجمند، برنامه‌های نو و جالب ما دوام روز تقدیم شما میشوند. ما را همراهی کنید.